سکینه مست تو من مست سکینه، عرق چینی سره دخت سکینه. خودم مست سکینه، دلم مست سکینه، سکینه مست تو من مست سکینه، عرق چینی سره دخت سکینه. چه ایستادی مثل میکنی بابا؟ بیا اینجا بیا. تعجب نکن دیگه، به چی ما هم به جوونی ها خوب میخوندیم دیگه. نه امیت گوش میکشیدم به اونجا. خب تیار هستی؟ شکر شما خوبی؟ خیلی درسا خوبه؟ چی خوبه بابا، امتحان دارم به این روزا. خوب. شما اشتنیم؟ شکر به چی خوب. شکر. به کجا راییم بگو. چرا البته باز بیبی تو بگو به تو. نه نگفتم ما مدام شما پرسان کنم. ما این بریم بده بخونی همه تو به چی؟ الله چی میشه مرم ببوریم؟ بابا جان وقت امتحانات رو تو به کجا ببوریم ها؟ خب صبر میکردید امتحانم خلاص میشه با میرفتیم خودم. با همه تو خیلی زنگ زد و تپ تلاشتش که به یک چند شایی بیایم خیلی مدرنه. قراره کده تم امتحاناتو که خلاص شد بخیر با تو هم یک شایی میبرم به چی؟ خب او وقت دیگه شما نمیریم یک بونه دیگه تیار میرم به چی؟ با واسه تو هم که شده تو هم ببر میدارم میبرم. برو پیار خوی نرم صدا کن خیلی مدر کار دارم. بده بابا بده به چی خوبه گردم کی باشه که بخیر پله و عروسی تو رو خود شما رو صدا میکنه. آخه تو و عروسی تو من زنده خوب بودم یا نه خوب؟ آخه فقط خدا مگه در مر عمر بده که بخیر عروسی تو رو ببینم دیگه هیچ گپی نیه دیگه. وقتی که مردم هم مرمون به دل من نمیمونه. تو رو پشت بخت تو به چی ری کنم یک جوان خوب رعنا و زیبای به چی مسلمونه 5 وقت نمازی باشه. آخه چکا خوش بخی دیگه مرد که بری کجا بری؟ من رختان خودم علش کردم. وقت هنوز وقتی چیه دیگه؟ وقت رکی بری خیلی تلاش داری نداری؟ خیلی تلاش میکنی. چکار کنم دیگه؟ میگم وقت رکی برم دخترک خورم ببینم. به نظرم که گپ سر دختر تو نیه و واسه دیگه چیزی تپ تلاش داری که واسه چی تب تلاش دارم؟ من میفهم. چی میفهمی؟ حالا اگه بگم بالا با تو لکه تو خب بگو دیگه فقط پلوکه داری بگی. پلوکه نیه دیگه و رفتن میره. خب بیا از اون موتورا دی بعد چاش ترکت بدیم. حالا ما سون که به چه خدا زن صدا کنم بری بگم که ما میریم یک هفته شاید 10 روز بمانیم با متوجه خونه زندگی باشه کاروبار. بیا از اون عروس هم خوب خدا بگم چی بود. عروس نورده فقط هیولای بخونه بود. بسته برو بچه خوی گپان از اکر تو لکو جمع کن میده. هیچی نگم برینو. اگر به تو باشه دل تو هستی که خوب هیچی نگم. انمو زنی همه ظرف و کاسه هم به سری بشوری. چی که داری دیگه؟ من خودی هم زن خوشه دیگه. تو چه کار داری که دخالت میکنی؟ هم زنشو به هم دیگه خوشه. تو چه کار داری؟ من زن نداشتم نه. من زندگی نمیکردم. حال بالا کرده چی بود؟ از آتش خاکستر به عمل آمده. خدا صدا با بالا میشون چی رقم بود؟ حال نیه که به جلوی رو تو بگم. حداقل یا به احترام یا به ترس حداقلی تا نبود که بسته که به جلوی محال میبینم بچه به تاش بود. سلام بابا. و علیکم. بیشتریم بابا. واخه خوبی بچه به سلامتی. شکر سلامت باشی. عروس خوبی؟ شکر شما خوبی. سلامت باشی. بیشتریم بابا. شکر. مریض باشم چی از دست تو میه؟ خواه گرفتی آسامه. آخه بچه وقت درد چی میخوره؟ آخه بچه همینه که آساکش پدر مادر خوب باشه. یاره بچه به همین که میبینم تو آساکش حتی هیچ چی نمیشی. همین امروز مامان برو بده بابا جو شب 10 روز نه یا ما میگه پای به تو میدونم که بلکه تو رمی پشی غیرت بکن. حداقل بگین سرمه بتونیم کنترل خونه به دست دیشته بشی. تو وان که فکر میکنیم بابا نیم دیگه. من هستم یک چیزی دیگه. خب به سر بشه. برستی شده من ظرفا رو به سر تو میشوشت. خب وا. خب بیچاره دستی بند بود دیگه. من گفتم باشه بشورم ایتن نیه دیگه. گاهی وقتا نمیشورم ایتن. یعنی این مادر تو به زندگی از این بود پرسر ما به تم مطبخ برفتم به پیشی. یعنی شما هیچ وقت کار نکردیم بخونه نه؟ کار کردم. نه سکو. نه بابا هیچ کار نکردم. گلاس رو نمیدم. نمیفهم که بودم من برای مادر تو بگفتم که از آتش خاکستر به عمل آمده.
خدا تو چی داده بریم ها؟ خب دیگه میگم زن و شو زنبرکش باشه آدم گاهی وقتا بیت خود هم خانم خودم هم کردی داشته باشه زنبرکش ولی تو هم نیه دیگه که من از این بترسم ایت نیه دیگه باز تو هم باز شبوش غیرت مار بکنه بسته چوب خوبه مرد دیگه خوبه. پیش کسی که پار بزن که تو نشناسه آخ تو به چی میدی؟ تو به این مدتی که میزنه اودی دیگه بفهمید حاجت گپ زدن نداره کم بگه هم چادر خود سرخو کنه تم به دنبال اینی خجالت بکش به خدا خجالت بکش به تعبیر قومی آخه اسم پیار توی تو بگم دنگ میکرد به سیاست و به داخل قومی تو خواهی مر بزدی بخی خاکستر کنی خاکستر بس دیگه مرد دهن بوا نکنه که وقت کمی ساعت جوان رسته باشه. مرد بدیدی بابا مثل یه گپ مپی هسته هیچ گپی نبیده هیچ گپی نبیده رسی بابا کجا رفتنی؟ همین خواهر تو چند دفعه زنگ میزنه که بخزیم بیاد تو مادر فریاد کرده بده میریم آده که گفتم برو بیا خبری هم از جمع بگیر شما خاطر جمع دل جمع باشین که تمام کنترل خونه به دست بده مثل هم شیر استادیوم زندگی خوب بم خوبی و خوشی میچرخونم دیگه به حرف زن هم نمید خسرو جان پیر سارا جان راست میگن همینطور مثل شیر بری و همین خونه دستم دیگه همینطور کارا رو همه نظاره‌گرم کارا رو همه خودم میکنم راست میگم اینا راست میگی بچه بگو شیر هسته گاهی وقتی به جلوی تو روایی بشه من خود خبر دارم من بچه خوب گفتم دیگه بار رگ مکوه خزه دیگه بار از پیاره یک رگ دارم دیگه نیه اگه تو به رگ خوبه دیگه خوبه حال زن توی تو به جلوی رو تو چیز زبونی نمیکن بریم بریم بگو ما بریم فیلم عروس خوبه میگم خسرو جان خوشو جان دیگه بریم یک ما مستیم دو ما مستیم هرچی مستیم هم تا دل جمع مستیم تو خوش خدا پیر سارا جان هستم تو خدا خوبه که تا سر تو نباشه نه گرمیه بخیر بریم به سلامتی بخیر بریم بابا جان به سلامتی موافق هم باشیم سلام دیگه هم بخیر شرم خوبه ننه میگو خیر برو انحال خیلی عزیز به پا چینی کرده تا به پا موتورا اشته برو بخیر بری بابا جان خوش بگذره به خوبی و خوشی میلا غور بکنیم یاد از جوانی ها خم بکنیم بسته چوب کن تو زنجانی برزن